سلام به همه، من رامتین هستم. به چنلمون خوش اومدین. امروز اولین روز آموزشیمونه که من در نظر گرفتم سایه ها رو بهتون یاد بدم. بعد ما 3 نوع سایه داریم. سایه هایی کاملا فید شده و محور، سایه هایی که خط خطی هن یا به صورتی بگم با تراکم خطوط میشه سایه ها رو تشخیص داد. تو این مدل هرچی تراکم کمتر باشه روشن‌تره و هرچی تراکم بیشتر باشه تیره تر میشه. مثل اینجا تراکم خطوط انقدر زیاده که تیرگی رو به ما القا میکنه، ولی اینجا نه، خطوط خیلی از هم دور و فاصلهشون بیشتره. ولی در سایه‌های فیت اینجوری نیست، به یک صورت به یک دست زده میشه و بعد با محو کن محو کرده میشه. سومین حالتی که ما داریم به نام سایه‌های نقطه‌ای، سایه‌ای که از تراکم نقاط به وجود میان. اینجا خطوط بود، اینجا نقاط. هرچی نقاط هم نزدیکتر باشه و حالت تیرگی میده و هرچی نقاط کمتر از هم دورتر و اینا باشه روشن‌تره. خب ما الان 3 تا شکل براتون آماده کردیم که میخوام براتون سایه بزنم. حالا میخوام به مدل‌های مختلف، مثلا یه دونه سایه فیت بهتون بزنم، یه دونه سایه خطوط یا کراس، یه دونه سایه نقطه‌ای. خب در نظر گرفتم که این سایه خطوطی باشه. منبع نورمون از اینجا زده میشه، یعنی به این قسمتش داره نور میتابه. برای همشون هم همین سایه رو در نظر گرفتم، همین منبع و به این صورت. خب حالا چجوریه؟ در این صورت این قسمت تا اینجاها نور دریافت میکنه و سایه کمرنگی داره. ما اگه برای سایه ها اسم بذاریم که از بالا بهتون بگم، ما میذاریم D1 D2 D3 D4 D5 and D6. حالا دی معنی چیه؟ دی به معنی دارکه، یعنی تیرگی نوع 1، تیرگی نوع 2، تیرگی نوع 3 تا 6. خب ما حالا در این بخش باید چی کنیم؟ من از مداد F شروع میکنم برای کمرنگ ها. جاهایی که سایه های کمرنگ میخوره و نور بهش کم میتابه میشه این قسمت ها. به صورت دایره‌ای براتون میکشم متوجه شید. به صورت کمرنگ شروع میکنیم بزدن. خب مشخص کردیم یه تیکه رو، ولی نوع سایه‌مون چیه؟ کراس. پس خط میندازیم. جاهایی که میخوایم تیره تر شه تراکمشو زیادتر میکنیم. حالا بعضی میپرسن چرا حالا مداد F فرقی نداره تو سایه های کراس؟ به خاطر اینکه تراکم برام مهمه و رنگ برام مهم نیست. ما میتونیم از همین اتود ساده هم شو بزنیم، مشکلی وجود نداره. دقت کنیم من اینجا فقط دارم با خطوط کار میکنم. انقدر خطوط روی هم میان که این تیرگی رو ایجاد میکنه. خب اینجا نور به این یه سمت میخوره، پس ما در اینجا بگیم اینجا لبه مرزی این مکعبمونه، لبه مرزی. خب ما وقتی نور به صورت اوریب داره به این میخوره، گفتم یه دونه این قسمت نور میخوره، یه دونه این قسمت. خب چجوری میره جلو؟
نور رو ما از اینجا در نظر میگیریم که روشنایی دی صفرمون که یعنی هیچ رنگی نداره، روشنه به سمت دی 6 میره. دی 6 آیا اینجا وجود داره؟ نه، به خاطر اینکه نور بهش میتابه. هر موقع نور بتابه اینجا دی 6 با وجود نداره، به خاطر اینکه نور بهش نتابیده. دی 6 یعنی یه حالت تاریکی مطلق. تاریکی مطلق با وجود نور نمیتونه به وجود بیاد. به خاطر همین ما ته رنگی که بتونیم در اینجا در نظر بگیریم دی 5 و دی 4. باز دی 4 بیشتر. خب اینجا هم همینطور، نور به صورت دایره‌ای، ما هم اینجا به صورت دایره‌ای مرزش رو مشخص میکنیم، کراس میزنیم. تراکم رو بیشتر میکنیم اینجا. در اینجا هم تراکمش کمه، بیشترش میکنیم. خب تا اینجا زده شد. حالا کجا بهش نور نمیتابه؟ ما از این قسمت به بعد به اون نور نمیتابه. آیا همش باید سیاشه؟ خیر، لبه های انعکاسی نور اینجا ها وجود داره. به خاطر همین ما یه دایره این شکلی میکشیم. چرا؟ این قسمت نور کمتری بهش، نور کمی بهش میخوره، تاریکیش کمتر میشه. از این گوشه تیره به روشن همیشه. چون مدل سایه‌مون ما اوریب بودش، بعد اوریب بزنیم. یعنی اینجا افقی میشه به صورت بعد اوریب میکنیمش. چون از این برم تیرش باید بشه این شکلی بشه. این برم تیرگی داره. پس از این برم زده میشه. همینطور از این بر. حالا الان فکر میکنی خیلی سایه زشتی ایجاد کرد. خیر، اینجوری نیست. فقط ما تیرگی هامون فعلا یک دست شده. وقتی تیرها یه دست میشه باید چیکار کنیم؟ جاهایی که تاریک ترین نقطه است ما پیدا کنیم. تاریک ترین نقاط اینجا هست، گوشه ها که نور کمتری بهش میرسه.
این نوع سایه کراسما یا سایه خطی. سایه بعدی ما سایه نقطه‌ایه. خب در این صورت ما چجوری بهمون نور میخوره؟ این یه حالت مخروطه، یعنی گردی داره، پس نمیتونیم بگیم صد همه جای اینجاش نور میخوره. نخیر، این یک تیکه نور میخوره و این یک تیکه کاملا تاریکه. چجوری میزنیم؟ اول 2 رو کامل تیره میکنیم برای اینکه به شما بتونیم بفهمونیم این چیه. این جسم حالت مسطح داره، حالت گرد داره یا خیر؟ چون اوایلشه من مجبورم اینو کامل تیره کنم. مثلا در این قسمت ما باید کم رنگ تر میکشیدیم، پایین بیشتر. شروع میکنیم به نقاط. چقدر نقطه میذاریم؟ در اینجا ما نقاطمون در حد D3 گذاشته میشه. به اندازه D3 شما نقاطتون رو بذارین. خب در اینجا دوباره D3، خب از اینجا به بعد کار ما تیره تر میشه. میریم سراغ D4. میریم D5. سایه نقطه به شدت صبر و حوصله بالایی میخواد و چون به صورت ضربه‌ایه ممکنه برای بعضیا حتی کلافه کننده باشه. اگه من هی میرم اونور به خاطر محو شدگیشه، باید محو شه. چند تا نقطه میذاریم تا به D1 برسونیمش. اینجا هم D3 میزنیم. این قسمت D5.
اینم از سایه نقطه‌ای. پس الان شو سایه کراس. سایه نقطه‌ای قانونش چی بود؟ هرچی تراکم بیشتر تیره تر، هرچی تراکم کمتر روشن‌تر. خب بعد از این ما باید بریم سراغ سایه فید. در دایره چجوریه؟ دایره یک جسمی نیستش که گوشه داشته باشه و سطح صافی داشته باشه. سطح کاملا کرویچ طوره. ما هم میخوایم اینو کره در بیاریم، مثل اینا که مخروط در آوردیم و اینو مکعب در آوردیم. کره چجوری در میاریم؟ این قسمت نور کامل، اون نور دی صفر یا دی یک رو دریافت میکنه. این قسمت نور دی 6 رو دریافت میکنه. چجوری حالا زده میشه؟ در اینجا نوع مداد و رنگش به شدت مهمه. ما برای روشن‌ترین حالت از F استفاده میکنیم. بعضی انسان و نقاشا برای این کار الان مدادشون رو عوض میکنم، ولی من نه، چون سایه زیرساز همه این قسمت ها دیگه ما باید زیرساز همه رو دراریم. به خاطر همین من حتی روی قسمت های تیرم دیگه رو میذارم، ولی فرقش چیه؟ محو نمی کنمش تا تیرگی های دیگه گذاشته شه. این یک زیرسازیه که بتونه تیرگی ها یا اون قسمت های بافتدار کاغذ پرشه بتونه تیرگی بشینه. جاهایی که روشنه هم که روشنه دیگه که و بیشتر از دیگه نزدیم. نوع مدادم اینجا Fه، با F زده میشه. شما با هاش هم میتونیم بزنیم. زیرساز در میاریم، فقط به این قسمتی که کاملا دی صفر رو ما نمیزنیم. بعدش میریم سراغ یک لول بالاتر، هاش ب یا ب. من از ب استفاده میکنم اینجا. ب چه رنگی رو ایجاد میکنه؟ برای ما به دی سه رو ایجاد میکنه. دیدا چجوری ایجاد میشه؟ با هاش ب یا کم رنگ کشیدن ب. این حالت هم میتونه دیدو رو ایجاد کنه که من هم دارم دیدو رو ایجاد میکنم و هم دی سه. دقت کنید من اصلا سمت روشنایی ها نمیرم. حالا ب دو رو برمیداریم. ب دو نداریم، ب چهار رو کم رنگ میزنیم.
سپس به 6 که وارد خط مرزی تیرگی کامل میشیم. خط مرزیش رو ایجاد میکنیم. سپس من به 7 میزنم که بعد بتونم با به 8 پررنگی بیشتر ایجاد کنم. یعنی به 7 به عنوان زیرساز به 8 میاد جلو اینجا. حال به 8 زده میشه. محو کن رو برمیداریم. از تیرگی به روشنایی. شروع میکنیم به فید کردن. انقدر باید فید کنیم که خط مرزی ها از بین بره و سایه یه دستی در بیاد. این سایه ایجاد شد. آیا تمام شده؟ خیر. در قسمت ما در این قسمت باید از پاک‌کن‌های مختلف استفاده کنیم. یکی از این پاک‌کن‌ها پاک‌کن مدادی فابر-کاستل. اول شروع میکنیم به دورگیری ها. جاهایی که از خط زده بیرون اشتباهن و اینا رو شروع میکنیم به پاک کردن و جاهایی که تیرگی های زیادی دریافت کرده. از داخل D0 رو ایجاد میکنیم و به سمت D1 میبریم. حالا چجوری مرزاشو ایجاد کنیم؟ با F سطح بالا رو روشن میکنیم
بعد از اینکه این زده شد شماره B رو برمیداریم پایین تیره تر این گونه ما الان 3 نوع سایه مختلف رو ایجاد کردیم توی جسم‌های مختلف. بعد فقط دقت بکنید که سایه های توی فیت به طور کامل محو شه و خطوط تقریبا نباید مشخص باشه. الان مثلا در این قسمت ها ما خطوط اضافه زیاد داریم. شما باید همه اینا رو با پاک‌کن های مختلف، چند بار میگم که بدونید ما فقط از این پاک‌کن استفاده نمی‌کنه. پاک‌کن های برقی، پاک‌کن خمیری، پاک‌کن مدادی، پاک‌کن اتودی، پاک‌کن مونوزیرو و خیلی پاک‌کن های دیگه وجود داره. از اونا هم استفاده میکنیم. این هم آخر ویدیوه. حتما تمرین بکنید این 3 نوع سایه رو که قشنگ براتون جا بیفته. بعد لایک و سابسکرایب اینو فراموش نشود و به امید دیدار.